میریم شبکه بعد. شعر و شاعری، ذوق و قریحه ادبی، جناب آقای سهیل محمودی مجری تلویزیون و مهمان برنامه خانم مریم حیدرزاده. آقای محمودی خواهش میکنم. دوست عزیز خوبم، شاعر گرانقدر که اشعار خیلی قشنگی رو واقعا خانم حیدر مریم زاده ببخشید مریم حیدرزاده میخونه. بخون شعراتو، پیانو بزن براش. تنها کسی که خوب مرا درک میکنن خنده داره آقا با اون سیبیلات. تنها کسی که خوب مرا درک میکنن یک روز مرا سوار ترک میکنن. آقا یه روز میری سفر فقط به خاطر من بهت میگم ای کره خر، فقط به خاطر. به افتخار دو بزرگوار دست قشنگ بزن. اسکان به توست. متشکرم. آقا منم مثل حضار اصلا دوست ندارم که شما برین، فقط یک کار کوتاه. ایشون که من میخوام خواهش کنم از حسن، یکی از اساتید هستن و خود من به شدت و حدت ایشون رو دوست دارم، اما یه شبکه 4 تلویزیونی هم برای ما شما برو لطفا، خواهش میکنم. بله دیگه. حالا آقای احسان، من نمیدونم احسان به چه دلیل اینقدر شما رو دوست داره و هی میخواد کاری که من قرار در آینده اجرا کنم همین امشب همه رو بفروشه. به افتخار این مرد بزرگ که اینقدر ارادت خدمت شما دارید، از شایسته بذارید. قربونتون. احسان علی خانی عزیز. این یعنی شبکه 4. حتی با حفظ احترام برای این استاد گرانقدر. بله. آخه این که میگم شبکه 4 به یه نفر گفتن چند تا پسر داری؟ گفت والا من 4 تا پسر دارم. گفتن چرا اینجوری میگی؟ گفت بس که وحشی ام پدر سوخته‌ها. حالا این که من میگم صاف دارم، میگم 4 شبکه 4 می‌نشینیم پای سخنان ارزشمند استاد و دانشمند دکتر الهی قمشه‌ای. آقای دکتر خواهش میکنم برنامه رو آنتنه. پرسیده که من که معشوق تو کیست؟ به چی میخندید؟ پرسیده که من که معشوق تو کیست؟ گفتم که فلانیست. منظور تو کیست؟ متشکرم. افتخار فیلسوف ارزنده کشور.